با من بیایم بریم مهمترین اخبار 48 ساعت گذشته رو بررسی کنیم. اول از همه آقای پزشکیان با همون استایل معروفش رفت نیویورک توی مجمع عمومی سازمان ملل تصاویر زن‌ها و بچه‌های شهید رو نشون داد و صریح گفت ایران در برابر مهاجما سرخم نمی‌کنه و ما دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم. در همین فضا مدیر کل آژانس هشدار داده ایران هنوز توان پیشرفت توی برنامه هسته‌ای رو داره و فرصت توافق محدوده. بعضی کشورها هم دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌ها هستن که اگه پیش بره مستقیم اثر میذاره روی تجارت و اقتصاد. بازار هم سریع واکنش نشون داد. خبرگزاری مثل فارس و دنیای اقتصاد نوشتن دلار و طلا بالا رفتن و دوباره قیمت‌ها روی سفره مردم سنگین‌تر شدن، از مرغ گرفته تا برنج. اما به جاش توی ورزش کشتیگیران ایران ترکوندن و توی جهانی هم آزاد و هم فرنگی قهرمان شدن. از اون ور مراسم توپ طلا برگزار شد، دمبله توپ طلا گرفت و لامین یامال جوان هم بهترین بازیکن جوان سال شد. خلاصه از سیاست و اقتصاد گرفته تا ورزش اتفاقا این یکی دو روز کلی خبرساز بود. نظر شما مهمترینش کدومه؟